ما باید بفهمونیم که همین بابا جان غفورов که در زمان استقلال با دستور و با فرمانهای پیشوای ملت به این کس همین عنوانها داده شد، به شخصیت این کس قدر گذاشته شد. ما تقریبا 25 سال شد تاجیکستان با این نام، قبلا فقط اهل مخصوص مردم میدونستن، حاضر تمام مردم میدونن. حتی ما در پول ملی عکس این بزرگوار گذاشتیم. یعنی ما یکم سوالی که باید جواب بدیم این که این غفورov کی ساخت؟ چی شد که یک جوانی در زمان ناآرام سال 1908 که دنیا در طرف جنگ بود و بعد از اون انقلاب شد، همین غفورov کی ساخت؟ کدام عامل ها غفورov ساختن؟ دویم سوالی که ما باید جواب دهیم این است که همین زمینه های به وجود آمدن کتاب تاجیکان چی بود؟ و سوم سوال ما این که کتاب تاجیکان برای ما مردم تاجیک و تاجیکستان چی خدمت کرد و کنسپسی اساسی و محوری همین گفتمان تاجیکان از چی عبارت است. همین سه سوال اگر جواب دهیم گویا که ما به مقصد خود رسیدیم. حاضرین ارجمند، ما تاجیکان در عصر 20 دو کتاب، ما در نشانی ما عکس کتاب است، ما مردمی کتابیم. اقبال میگفت که برگ و ساز ما کتاب و حکمت است، این دو قوت اعتبار ملت است. ما کتاب های زیاد در گذشته نوشتیم، لیکن در عصر 20 دو کتاب نوشته شد که اینها فقط کتاب نیستن، اینها سرنوشتن، اینا گویا شناسنامه تاجیک شدن. در نیمه یکم عصر 20 کتاب نمونه ادبیات تاجیکی استاد عینی که در جواب به پنترکستانی که موجودیت تاجیک این کار میکردن نگاشته شد و در در نیمه دوم عصر 20 کتابی که ما تاجیکا رو دوباره زنده کرد، احیا کرد، این کتاب تاجیکانی غفورov بود. و اکنون درباره آن که همین مرحله های خودشناسی ما از چی ها سبب، از چی نشأت میگیرد، از کجا زمینه میگیرد و به کجا آمده میرسد. اسلاید یکم. حاضرین ارجمند، یکمین حادثه که برای ما تاجیکا نقش دارد، ما باید اون دربارش حتما بگویم، این همین انقلابی است که در روسیه سال 1917 شد. شما هم میدونید که سال 1917 در بحبوحه و در اوج جنگ یکم جهانی که دنیا تقسیم میشد، طبعا این جاز استاد دولت‌زاده فرمودن که امروز هم دنیا در عرفی تقسیم شوی نواست، در همون زمان در روسیه انقلاب شد. من باید به شما بگویم که امروز در روسیه همین حادثه دیگه انقلاب نمیگوید. خودی پوتین اگر سخنرانیش رو ببینید از لنین، از کارهای لنین، از انتقاد میکنن، میگن این انقلاب نبود. در روسیه دیگه این حادثه سال 1917 ماه نوامبر انقلاب نمیگن، میگن این انقلابی فوریه سال 17 رو دزدیدن بلشویکا و حکومت در دست خودشان قبضه کردن. یعنی امروز در تمام کشورهای سابق شوروی تقریبا این حادثه دیگه انقلاب گفته نمیشه. اما ما کار نداریم با انقلاب میگوین یا نه، ما باید ببینیم که به سرنوشت ما تاجیکا چی نقش گذاشت. برای چی در روسیه با این انقلاب بدبینند؟ به خاطر اینکه لنین که خودش از اقلیت غیر روس بود و تمام جنرالیته انقلاب روس غیر روس ها بودن، یهودی ها و مردمی غیر روس بودن. در امپری روسیه مردمی به مردمی غیر روس تحقیر میدیدن، توهینشون میکردن، حقوقشون پایین‌تر بود. برای خاطر اینا انقلاب کردن، از وقتی جنگ استفاده بردن و حقوق روس و غیر روس برابر کردن. در روزهای نخستینی که انقلاب شد، لنین دو دکرت قبول کرد، یک دکرت زمین، یک دکرت صلح و یک مراجعه دارد به ملل شرق و مسلمان. در همین مکتوب لنین میگوید که ای مردمان برخیزید و حقوق و حق پایمال شدهتان بگیرید. یعنی این دعوت از مردم غیر روس بود. اون شعری که استاد عینی نوشتن، ای ستمدیدگان ای اسیران، وقتی آزادی ما رسید مژدگانی دهید ای فقیران، در جهان صبح شادی دمید. همین تاثیر این انقلاب بود. این انقلاب یعنی زیر زبر کرد، زبر زیر کرد، همه رو چپراسته کرد و در همین وقتی همین چپراسته کردنش یکی از حادثه‌ای که بسیار مهم است برای ما اتفاق افتاد این بود که اسلاید دیگر سال 1924 شما هم میدونید که جمهوری مختار تاجیکستان تأسیس یافت. حاضرین ارجمند، برای چی تأسیس تاجیکستان مختار سال 24 برای ما ضرور است؟ شما همتون شنیدید در دوام این 100 سالی که من یک سال بعد 100 سال میشود، گوش ما تاجیکا از این سخن که در تقسیمات سال 24 ناحقی شد، شهرها را از ما گرفتن،
منافع ملی ما پایمال شد. ما در یک گوشه برای ما، در یک گوشه ناآباد برای ما یک جمهوری مختار دادن. آمدن شهر ملتی که 100 تا شهر ساخته بود در یک دهه براش پایتخت دادن، در دهه دوشنبه. این دهه بود جای بازاری روز دوشنبه بود. اینو به جای خودی گپای درست نیستن. این واقعیت است که حق ما پایمال شد. اما میگن که حافظ میگه که وقتی که ای به ما گفتی هنر من بگو، اما یک هنر این انقلاب ما باید بگوییم. اونها برای خودشان کردن، اما وقتی که تقسیمات گذراندن اولین بار برای ما هویت نو بخشید. یعنی ما صاحب یک نام قومی شدیم. ما که شما گفتید ما نبودیم، نه ما بودیم. از عصر غزنویان که نام کلمه تاجیک در سرچشمه ها هست از بیهقی سر کردن تا استاد عینی، این کلمه تاجیک کلمه معروف بود. در عصر سنزد در اوج جنگ های مغول، سعدی که در شیراز و در ساحل خلیج فارس زندگی کرد گفت که بگذار به پادشاه بگویند ترکی تو بریخت خونی تاجیک. خودش تاجیک گفت، نه بود کلمه تاجیک. لیکن ما وقتی که دولت از دست ما رفت متاسفانه ما یک کمبودی جدی داشتیم که وقتی که به شهرها می اومدیم تاجیکا، ما خودمون رو معرفی میکردیم، میگفتیم که من کولابیم، انی برادر میگفت من قراتگینیم، این میگفت من مچاییم و این میگفت که من حصاریم. ما خودمون رو تاجیک نمیگفتیم، ما به از نام محلمون رفته. من شما استاد عینی را دانش بخوانید، یعنی ما خودمون رو از نگاه محلی، تاجیکی شهری دیگه بود خودش سمرقندی میگفت، اونش میگفت من بخاریم، اونش میگفت من فرغانی. یعنی هویت اتنیکی نداشتیم ما. همین دولت با همه کمبودی‌هاش برای ما هویت نو داد. یعنی ما را از نگاه قومی موگی شما بگید که ما دولت داشتیم، نه ما دولت داشتیم. همون هخامنشی هم دولتی ما بود، همون طاهری هم از ما بود، سامانر هم از ما بود، دولت غزنوی هم خب پادشاهش ترک بود، تاجیک بود اولی. لیکن کمبودی چی بود؟ اون زمان دولت به نام اولاد بود یا به نام محل بود. میگفتن مثلا غزنویان یا که سامانیان یا که منخیل یا که قوقند یا که بخارا. اما اینجا ما صاحبی یک واحدی اتنیکی شدیم. یعنی همه ما رو این کلمه تاجیک جمع کرد و سال 24 این حادثه رخ داد. حادثه دیگری که برای ما تاجیکا بسیار تاثیر دارد، توریاز رو در اینجا اشاره کردم، نشر نمونه ادبیات استاد عینی است. نمونه ادبیات تاجیک استاد عینی. حازمی ارجمند نقشی همین سال 24 همه تا همین درجه که من همین به نزدیکی 2 سال اخیر در اکادمی علم ها کتاب 25 جلده استاد عینی رو نشر کرده سادم. از جمله همین کتابای استاد عینی با عهده من بودن، کتابای تاریخی من آماده کردم. یعنی من اگر پیش همچون خواننده میخواندم، من برای خواننده آینده همین کتابا رو آماده کردم و شرح نوشتم. و من یک چیزی که برای من چیزی عجیب بود، میدونید چی بود؟ یعنی 25 جلد اثرای استاد تا مکتوب نامه هاشون آماده کردیم نشر شد. برای من چیزی تعجب آور این بود که ما تا سال 24 استاد عینی یک ملا هست. همین استاد عینی یک ملایی، در سرش یک سله‌ای، کتاب می‌نویسد ضروریات دینیه، کتاب می‌نویسد تهذیب الصبیان، کتاب می‌نویسد ترتیل القرآن. یک ملا، یعنی مدرسه از یک ملا می‌سازد. لیکن این سال 1924 عینی اون وقت 45 ساله رو دیگه میکند. از اون زمان شما قلم عینی رو میبینید، قلم دیگه در وصف تاجیک شروع میکنن نوشتن. و وقتی سال 1925 24 و 25 پنترکیستان میگفتن در اینجا ملت تاجیک، یعنی گفتنی ملت نیست، اینا هم ترکای هستند که زیر تاثیر فرهنگی ایران زبانشون فارسی شده، اینا میگن ترکای هست. عینی به خاطر اینکه ثابت کنند که ما در اینجا ریشه داریم، این کتاب نوشت. گفت که خیلی اینا نو پیدا شدن که از رودکی تا خود استاد عینی تا توغرله در هر اصل از این خلق 100 شاعری صاحب دیوان است. خیلی خلق زبان نداشته است. تاثیر این کتاب حاضری ارجمند تا همین درجه که ببینید یک کتاب چقدر نقش می‌گذارد. سال 1925 وقتی این کتاب نشر می‌شود و مردم اینتلیجنس این کتاب می‌خوانند و به سری استاد عینی 100 تا مصیبت و بلا می‌برند، مردم شهر کانیبودان، یعنی مردمی که من باور دارم که یک روزی حتما به این شهر عنوان قهرمانی داده می‌شود، مردم شهر کانیبودان وقتی کتاب می‌خوانند میفهمن که ما تاجیکیم، ما به تمدن بزرگی آریایی تعلق داریم. میفهمن که به درون کانیبودان پایزدی کلینین رئیس پارلمانت شوروی میگذارد، میبرن مردم مسافرهای 40 50 70 ساله راه پایز من میکنن.
وقتی پویز میرسد و کلینی در درون پویز آدمی دومی شوروی بعد استالین میگه چی گپ است؟ میگه یک مردم میتینگ دارن از پویز پویل میکنن کلینینا کلین میگه چی عرض دارید؟ میگه ما میخوایم به تاجیکستان گذاریم. میگه حاضر شما در کجایید؟ میگه ما در هیئت ازبکستانیم. میگه من حکومت ازبکستان میگم شما استاتوس تاجیکی میدید در داخل ازبکستان. میگه ما استاتوس نمیخوایم، ما میخوایم به تاجیکستان گذاریم. و از برکت این قیام مردمی کانیبودام خوجند، اشت، اسفره این ناحیه‌ها همشون یک جای میشوند به تاجیکستان میگذارن. اسلاید دیگر و سال 1929 جمهوری تاجیکستان جمهوری مختاری تاجیکستان و جمهوری شوروی تبدیل می‌شود. حاضرین ارجمند این حادثه ها را هیچ وقت از همدیگر جدا نکنیم. ما اگر سال 17 نبود ما سال 24 صاحب جمهوری مختار نمی‌شدیم. اگر سال 24 جمهوری مختار نمی‌بود ما سال 29 صاحب جمهوری شوروی نمی‌شدیم و اگر سال 29 نمی‌بود ما سال 91 صاحب استقلال نمی‌شدیم. شما امروز می‌دونید که نزدیکترین خیش و تبارای ما کردها 50 میلیونن، یعنی دو برابر ما تاجیک‌هایند. لیکن در بین ایران و عراق و سوریه و ترکیه اینا بیچاره پراکنده در این جنگ آخری که داعش برپا کرد از همه بیشتر کردها کشته دادن و متاسفانه ناآگاهی تاجیک بود که 2000 جوان تاجیک از سبب نشناختن خود در همین دشت سوریه و عراق، شام و عراق رفته تاجیکی ما پسر عمک خودش کرد کشت که تو عدین میگونه اکته ترک کرده که 1000 سال مسلمان است. یعنی ببینید انسان وقتی منقورت میشه بعد خودش نمیشناسد بعد چی کار دست میزنه. سال 29 حاضرین ارجمند حادثه بسیار درخشان تاریخی ماست. یعنی ما وقتی هویه میگوییم و ما مرحله میگوییم ما نمیتونیم این نام بگیریم و نادیده بگیریم. الان همین سه حادثه که من نامبر کردم اگر این سه حادثه نمیبودن این سه حادثه غفورov ساختن. یعنی غفورov در اون زمان از 10 سالگی شروع شد تا 20 سالگی در پیش چشم غفورov چند حادثه اتفاق افتاد. انقلاب شد، جمهوری مختار تاجیکستان تأسیس یافت، خوجند که زادگاه غفورov از به تاجیکستان گذشت و تاجیکستان صاحب عینی شد. یعنی این حادثه ها غفورov ساختن و این حادثه بسیار مهمه. حادثه دیگر اسلاید دیگر که در سرنوشت غفورov و مردم تاجیک نقش بازی. شما در این عکس من چهره فقط دو نفر ماندم، نصرتالله مخزوم و شیرین شاه. حاضرین ارجمند شما میدونید که همین لنین یک سخن دارد میگه که انقلاب اول بچه‌های خودش میخورد. یعنی تمام انقلاب ها را اگر شما بخوانید اگر انقلاب ها وقتی رخ میدن همین آدمای انقلاب در همون آسیا خودشون برباد می‌بینن، خودشون کشته میشن چون با آدم کشی شروع میکنن. آخر اون سخنی معروفی استاد بوده که چون تیغ به دست آری دشمن نتوان کشت، یعنی اکثرشون کشته میشوند و تمام این نفرایی که برای تأسیس تاجیکستان جان کندن، تمام این نفرایی که برای تأسیس تاجیکستان کوچه به کوچه سمرقند و بخارا و پنجکت و کولا و غرب گشته این ملت تأسیس دادن در سال 37 اینا همشون کشته شدن. یعنی اینها رو به جرم دزدی نه، به جرم پاره‌خوری نه، به جرم آن که اینها رو گفتن اینا ملتگرا چرا؟ چون برای ملتشون اینا خلاصه در این آسیا همشون کشته شدن. من اینجا فقط دو نفر نامبر کردم. چینار امامov کشته شد، حاجی بایف کشته شد رئیس حکومت تاجیکستان، نیسار محمد کشته شد و تمام نفرایی که برای تاجیک جنگ کردن و مبارزه بودن در این آسیا به دهشت استالینی کشته شدن. ممکن شما بگویید که خب این کشته شدن برای غفورov چی نقش دارد؟ یعنی چی نقش داشت و چی رول بازی؟ یک مولانا در مثنوی یک حکایت دارد میگه که یک شیر همراه یک گرگ و همراه یک روباه شکار میرن و شکار میرن، یک گاو شکار میکنن، یک آهو و یک خرگوش و شیر میگه که به گرگ تقسیم کن و گرگ میگه که تقصیر این گاو برای شما کلانترش، این آهو برای من و این خرگوش برای روباه. میگه شیر در غضب شد و کله گرگ کند پرداخت و به روباه گفت که روباه تو تقسیم کن و روباه آمد گفت حضرت این گاو برای زخت رکتان، این
آهو برای ابیتون، این برای اوشیتون. بگو این تو چقدر با عقلی، این از کجا یافتی این عقلی تقسیمه؟ گو از کله کنده گرگ. یعنی سرنوشت غفورов اگر این سرنوشت برای غفورov درس شد. یک کلمه داریم ما تاجیکو میگیم که کجدار و مریض. یعنی کج داشته میرسد، لیکن باید تو هم کج داری هم مریض. یعنی غفورov باید فهمید بعد از این حادثه که اگر من دست از پا خطا کنم من هم کشته میشم. برای خاطر ما میبینیم در تمام طول 50 سال آینده که غفورov 40 سالی که غفورov زندگی میکنه در زمانهای گوناگون در وظیفه‌های گوناگون همین ترابیست توازن نگاه میدارن که کشته نشوند. یعنی این حادثه بسیار در سرنوشت غفورov و تمام اینتلیجنسی ما حادثه بسیار ننگین است. حتی شما میدونید که من بعد از اینکه تقریبا یک ماه پیش کتابی مکتوب‌های عینی چاپ شد در 600 صفحه. من به همین نزدیکی در هم مکتوب‌های عینی من نخوانده بودم. من مکتوب‌های عینی رو خواندم. حاضرین ارجمند، جوانان عزیز، شما میبینید که وقتی آدم جانش بر لبش آمده است چی مینویسه؟ یعنی میدونه که پگه کشته میشود. اون مکتوب باید بخونید که در این سال 37 اون مردم چی کشیدن. یعنی بسیار سالی دهشت و سالی وحشت بود. سال دیگر مرحله دیگر این سالهای راهبری اولی تاجیکستان بودنی با غفورov در این عکس که نیست نمیدونم چرا گذاشته است، عکس خروشچوف بود. سال 1946 نگاه کنید، حاضرین ارجمند یک نکته رو توجه کنید. سال 32 وقتی که نصرالله مخصوم از وظیفه گرفتن، حاجی وظیفه گرفتن، حکومت شوروی که ما امروز بعضی ما تعریف میکنیم از تعریف خسته میشیم، کف که دهن ما میریزه. حکومت شوروی در دوام 15 سال یگان تاجیک دیگه به حکومت راه نداد. شما از سال 32 تا 46 ببینید حسینوف ازبک، برایدا یهودی هست، پرتاپاپوف روس هست، یک نفر دیگه، خلاصه 6-7 نفر یگان تاجیک دیگه به قدرت راه نمیده. اصلا تاجیکا میگن از باوری ما برآمده. و سال 1946 غفورov، شما تصور کنید در سال 46 در کدام وقت غفورov رهبری تاجیکستان میشود. سالی که 46 یعنی نو جنگی بزرگی وقتی به انجام رسیده است، کشور در حالتی بسیار دشوار است، یعنی دوره برقرار کنی اقتصاد است. و نگاه کنید از 5 تا مردی که اون زمان اهالی تاجیکستان 1.5 میلیون بود، از 5 مردی که در اون زمان به جبهه رفته بود 2 تاش کشته شد، 2 تا دیگرش مجروح آمد یا کنتوش بود یا دستش نبود یا پاش نبود. یعنی یک مرد سالم مانده بود. یعنی با همین یک مرد سالم از 5 مرد در دهه باید اقتصاد کشور پایه‌گذاری میشد. یعنی دوره غفورov آورده ماندن که یعنی تو باید بسازی. و ما میبینیم که این بزرگمرد، این فرزندی واقعا هم فرزانه و فداکار چقدر این تاجیکستان میسازد. شما تصور کنید در همون وقتی که غفورov به سر حکومت میبیاید و هزار تا مشکل دارد جمهوری دولت، این آدم اولین کاری که میکنه سال 1947 کتاب تاریخ مختصری خلق تاجیک می‌نویسد. ممکن شما بگید که خب تا این وقت ما تا این وقت تاریخ داشتیم، اما تاریخ‌های ما هم تاریخ ملی نبودن. ما تاریخ بیهقی داریم، ما تاریخ طبری داریم، ما زین الاخبار داریم، روضة استخوان. تاریخ یا به نام پادشاه‌ها بود یا به نام شهرها بود، به نام قوم بود. اولین کتابی که به نام تاریخ تاجیک، یعنی همچون قوم، همچون اتنیکا نوشته میشد غفورov مینویسند. یعنی غفورov دیدن که اولین کاری که ما باید کنیم همین یک جمهوری کوچک از نگاه قومی و اتنیکی باید بگوییم که شما یک قومی. برای چی مشکل بود؟ برای اینکه حاضرین ارجمند همین تاجیکستان امروزه در دوام 100 سال پیشتر هیچ وقت در حیات یک دولت نبود. بدخشان بیشتر با افغانستان و در ترکیب امپری روسیه بود. یک قسمی تاجیکستان جنوبی و مرکزی در ترکیب امارات بخارا بود و اون قسمت شمالی تاجیکستان در ترکیب ولایت ترکستان و ولایت سردریا و سمرقند بود. یعنی اینا در دوم 100 سال بیگانه بودن. با اینها رو وصل می‌کردیم. این یک نکته دیگر. و این کتاب نوشته میشد. من خواهش می‌کنم سال 1947 در خاطر نگاه دارید از به این سال دوباره می‌گردیم. استاد دیگر. در همون زمان من اینجا استاد عبدالزاده اشاره خوب کردن درباره فرهنگ. شما تصور کنید در شوروی هر جمهوری حق داشت که یک تا یونیورسیته داشته باشه. حاضر من با وقتی ما که استقلال که داریم هر کجا که خواهیم می‌کشیم. در اون فقط حق داشت یک جمهوری. سال 1948 سال 47 تأسیس می‌شد. 48 دانشگاه ملی، یعنی همین یونیورسیتی که امروز دانشگاه ملی میگوییم هست تأسیس می‌شد. خدمت غفورov فقط تأسیس نبود. شما اگر فرمان خونید به نام استالین با امضای استالین در اونجا گفته می‌شد که بر رهبری حکومت تاجیکستان غفورov سفارش داده شود که این دانشگاه تأسیس کرد. غفورov نگاه کنید
کوچه با کوچه سنت پتربورگ و لنینگراد و مسکو و تشکیل و کیف و مینسک گشته بهترین عالمای هم بیولوژ هم شیمیک هم ماتماتیک جلب کرده آورده علمی یونیورسیتی تاجیک بنیاد میگذاره. این خدمت کم نیست، خیلی زحمت میخواد. من شما میدونید که امروز من میدونم رکتورها برای خاطر اینکه دانشگاهشون همون تناسب بیاین در خود ما شورا داریم چقدر عذاب میکشن، چقدر خدمات پرابلم میکنن، یعنی چون اونا حق دارن. یعنی تأسیس یک دانشگاه چقدر کاری دشوار است در اون زمانی که در تاجیکستان یگان دکتر نبود، اما این شخصیت دانشگاه میسازد. دیگه اصلا سال 1951 من اینجا اکادمی علمی تاجیکستان که امروز مرکز علمی ما هست و در دوام این 70 سال اینقدر خدمت کرده است، با تشبث غفورov ساخته می شود. و با خدمت دیگری غفورov ببینید که در همون زمان همین دامولا عینی که نه نامزد بودن نه دکتر بودن هیچی نبودن، از رفته از سمرقند که جای زیستشان سمرقند بود این کس برداشته آوردن رهبری اکادمی میمونه، یعنی اتوریته یافته میگیرن. یکم این که توسط استاد عینی که شخصیت بودن علمی ما تاسیس می‌یابد. دوم اگر غفورov استاد عینی را به دوشنبه نمی آوردن بعد 3 سالش استاد عینی در همون سمرقند از دنیا میرفتن. امروز شما میدونید که گوری اون کس مزار مردم تاجیک است، یعنی حتی مرده شون هم برای ما خدمت میکنند و زنده شون هم. این هم از ابتکار میگن بزرگان رو بزرگان زنده میدارن، یعنی خدمت دیگری غفورov که به قدر این شخصیت ممتاز رسیدن و این خدمات سرشار این بزرگوار برای ما کردن. اینجا میبینید جلسه نخستین اکادمی هست، در بین در ریاست عینی شدن، در پهلوشان پاولوفسکی، در این طرف استاد توسنزاده میرشکر و استاد غفورov. استادی دیگر حاضرین ارجمند، ما شخصیت رو بعد گذشتنشون میشناسیم. چقدری که اگر به کوه نزدیک شده میگه حادثه‌ای که از کوه چقدری که دور شده عظمت کوه بیشتر میشه. ما چقدر که با غفورov فاصله میگیرد روزگاری ما بیشتر میشیم که این ابرمند چقدر آدمی بزرگ بوده است. نگاه کنید در زمان شوروی کلمه ملت گفتن بسیار دشوار بود. رهبرای تاجیکستان از غفورov سر کرده تا قهار محکمov حتی عذر میخوام زنی تاجیک میترسیدن گیرن، چون بعد نسل کلاسای ما میدونن یکی از کریتری ها معیارها بود که با شما زنی غیر تاجیک یعنی زنی روس گیره و وقتی که زنی روس میگیرید شما زینه های حکومتداری در تعیین شدن، یعنی این یک امتیاز بود. تمام رهبرای تاجیکستان تا زنی تاجیک نمیتونستن گرفتن. اگه شما تصور کنید زن از قوم خودت که میترسه زن گیری، تصور کنید نام ملت گیری چیکار میکنن. در همون زمان خدمت غفورov این بود که به انمی 3 وادی که استاد دولت‌زاده اشاره کردن، با وادی کولا، کوهستان وادی کولا، وادی وحشی که من شما در اینجا زندگی میکنید و با دلورزین که این هموزه مسجد امروز است. در دوام 10 سال شیار این خیلی بود ما میخواهیم که تاجیکای کوهستان زمین دهیم که اینا زمین، شیار همین خیلی بود زمین دهیم یکم، دوم پختکاری رواج دهیم. در این منطقه که شما امروز زندگی میکنید گپ در دهن تاجیک نبود، حاضرین ارجمند گپ در دهن ما نبود. شما کتابا رو گیرید بخونید. غفورov از وادی رشت، مردم همین تمام وادی رشت مهاجر میکنن، از وادی های کوهستانی مثل برجوان و مثل مومن آباد و سریخاسار و شوراباد و دیگر منطقه ها دشت جون و این منطقه میبرن، از کوهستانی مسجد میبرن. و یک حادثه که یک استادی ما گفتن از غفورov گفتیم که برای چی شما از کوهستان مردم مسجد آورید در این سرحدش نمید. سال 1950 گسی خیراقوم وقتی که ساختن برای آبیاری زمین ها 50,000 گکتار زمین های کانیبادام و خوجن زیر آب مانده. این پروتکلش هست، استنوگرامش هست. پیش استالین در اومده میگن که 50,000 گکتار زمین ما از دست رفت. میگن چرا؟ میگن ما چی ساختیم؟ آب ساختیم که قزاقستان و ازبکستان بی آب نمونن. میگن در جاش سفارش میداد 50,000 گکتار از زمین ازبکستان و تاجیکستان دهید در جاش. و این آدم ببینید تفکر ملی چقدر مهم است. این آدم میتوانستن خودشون از خوجن گویان که خیر مردم خوجن زمیناشون نگرفتن یا کانیبادام اینها رو بیارید در گفتن نه ما چون در سرحد ببینید این آدم چقدر دور اندیشه میکنه. در سرحد ازبکستانی باید مردمی رو آوریم که فرهنگ تاجیکی رو در اینجا پاس دارن. ببینید چقدر دور این کس فکر میکنن و روح و فضای
تاجیکی در تمام گوشه و کنار جاری می شود. اسلاید دیگر. ما اکثر اینجا نشستگی ها به طور در شوره، من مثل خودم در شوره تولد شدم، در شوره مکتب میانه خواندم، بعد دانشگاه داخل شدم. دستاوردهای عظیم داشت، دستاوردهای بی‌نظیر داشت شوروی. اما چون گفتیم که هم عیب میگویم هم هنر، یکی از کمبودی‌های زمان شوروی این بود که در همین جلسه اگر همین آدم میشیش، اگر دو کس غیر تاجیک می بود جلسه می‌کردن به زبان روسی گذرانید. یعنی این 300 کس هیچ نه، اما دو کس زبانشون یعنی فضای روسی کنانی بود. خیلی طوری که گفتم عائله غیر تاجیک گرفتم در شهرها، مثلا در دوشنبه، در همین بختری که شما هستید، در شهر کولوب، در خوجند، در چیکاس شهرها. من شخصا خودم سال 1989 وقتی که برای قبول شدن به دانشگاه آمدم، از همین در دوشنبه آمدم، از 5 کله که می‌دیدید 3 تا کله زرد بود، 1 تا 2 تا کله سیاه. یعنی محیط اصلا محیط روسی بود. خوبی داشت، اما با فرهنگ ملی، با آیین ملی، با دین ملی، با زبان ملی اهمیت داده نمی‌شد. همین فضا وقتی که همین فضا با وجود میاد، در اوج همین فضا سعی دیگر در اوج همین فضا کتابی تاجیکان پدید میاد. یعنی حاضرین ارجمند دارو رو وقت طبیب تعیین میکند که بیمار، یعنی بیمار بزرگی غفورov همچون استاد، همچون راهنما، همچون طبیبی بود که یعنی روح جامعه را دیدن که جامعه بیمار از نگاه چی؟ از نگاه هویت، از نگاه شناختی خود، یعنی مردم بیگانه شده بودن. یعنی کتاب نیاز به زمانی همون بیگانه پرستی بود. در اون اوج این استاد غفورov این کار کردن. اسلاید دیگر. حاضرین ارجمند، کتاب تاجیکان با زبان روسی، من نشر اولین کتاب با زبان روسی نوشته. ممکن شما یه مدت خواهرای عزیز بگن که خب غفورov اینقدر ملت دوست بودن، چرا کتابشون با روسی نوشتن؟ دو تا فاکتور فراموش نکنید. اما دهقانی که در مومن‌آباد یا در اشت یا در رشت زندگی میکرد و به زبان و فرهنگ خودش مسلط بود و نگاه داشته بود. اما تاجیکی شهری در سالهای 70 من کلناپس بچه‌هاشون در مکتب تاجیکی نمیدادن، در خانه به زبان تاجیکی گپ نمیزدن. یعنی محیط روسی بود. یکم اینکه مخاطب غفورov اما تاجیکای بیگانه شده بودن که به اونا گفتن که مردم تو ریشه داری، ریشه‌ای تو در این سرزمین بسیار عمیقه. این یکم. دوم، همین بوعلی سینا که فرزند دیگری تاجیک است، در عصر ده 300 تا کتاب نوشته است. فقط 2 کتابش با زبان تاجیکی است. 298 کتاب دیگه با زبان روسی. شما فکر میکنید که سینا زبانش دوست نمی‌داشت، ملتش دوست نداشت. اما اون زمان از همین اسپانیا تا دیوار خطایه، یعنی یک ایمپی امروز در این جا 70 تا دولت است، زبان دولتی زبان عربی بود. اگر غفورov کتاب با عربی نمی‌نوشت، جهانی نمی‌شد. یعنی اگر با فارسی می‌نویسه و با تاجیکی زبان می‌نوشت، اگر در محدوده امروزی ایران و تاجیکستان خدمت می‌موند. اما زبانی روز نوشت و شخصیت جهانی شد. غفورov هم همچون نیاز، همچون روزگار اینو به اعتبار گرفتن و کتاب با زبان روسی نوشتن. حاضرین ارجمند، ما بعد وقتی ما مرحله شناسی کردیم گفتیم که یکم دوره سال 17، دوم سال 24، بعد سال 29. یکی از دوره‌های مهم برای مرحله خودشناسی ما سال 1972 است. یعنی اچوتنی توچکا میگن در زبان روسی، یعنی از 72 در تاجیکستان فضا دیگر میشود و این فضا رو پدید میارد این کتاب. شما نسل کلام پرسید در دوام یک مدت کوتاه این کتاب از پدید مردم اینقدر اشتیاق داشتن. چرا مردم اولین کتابی که با زبانی یعنی درباره تاریخ و فرهنگ باشد همین کتاب بود و فضای تاجیکستان دیگه شد. اسلاید دیگر. حاضرین ارجمند، ما اینجا من عکس استاد لایق و استاد مومن قناعت گذاشتم. ما محیط ادبی ما دیگه شد. من اینجا یک همسابقی ما دوستی ما در نشستن، خودشون شاعرن، از من بهتر میدونن شعرن. شما شعری تا سال 72 تاجیک یک بار خوانید، یک بار به یاد بیارید که شعری ما چه خیلی بود. تبر امک سرکار است، کارش خیلی بسیار است، او تراکتور میرانه. یک شعر استاد قناعت، استاد لایق، بازار، گلرخسار میآیند و موضوع زبان، موضوع تاریخ شما تا سال 72 ببینید درباره زبان چی نیست. موضوع سینا، موضوع احمد دانش، موضوع دیوشتیج، موضوع مقنع، یعنی تمام مفاخر ملی در شعر ترنم میشد و اون شعری معروفی که زهر باد و شیر مادر بر کسی کو زبانی مادری گم کرده است، این نشد از این کتاب میگیرن
بازار صابر در کتاب یک شعرش نویست که تاقدان چشم ما جای کتاب تاجیکان، یعنی در بالای چشم ما هست این کتاب. چرا؟ این کتاب ما رو بیدار کرد و روح نو در کالبدی خواب رفته و مرده اون جامعه آموزه بود. یعنی خدمت یک کتاب فقط همچون تاریخ نیست، یعنی کتابش این کتاب فراتر است، جامعه را تحول بخشید. اسلاید دیگر نخستین زمینی بیداری. از بعضی میگن که ما هم استقلال حاضرین اجماع استقلال ما همین خیر نامد. برای استقلال مردم جان کندن، مردم در زندان ها پوسیدن، مردم برای نگه داشتن زبان. استاد عینی سال 37 بردن در زندان کردن فقط به خاطر یک چی. این خواستن این آدم نابود کنن. گفتن که این عینی در کتابش نوشته است که ای بخارا شاد باش و دلسی میر نزد مهمان آیدمه. گفتن این میدونید که گفته است؟ این امیر عالم خان گفته است. اون زمان از کجا میفهمن که این چی گفته است؟ آمدن بیچاره زندان کردن. 40 صفحه بیچاره استاد عینی عریضه می‌نویسن و خدا رحمت کند لاهوتی عریضه رو ترجمه می‌کنن به حضور استاد و استاد به طور بسیار معجزه آسا زنده ماندن. یعنی فکر نکنید که استقلال ما بی‌ریشه، استقلال ما ریشه دارد. کسی میگه که برای ما درست دولت دادن، اما یک چیز فراموش نکنید دولت برای ما در سرزمین خود ما دادن. یعنی 200 سال پیش در همین کولا تاجیک زندگی میکرد، در غرب تاجیک زندگی میکرد، در خوجند ما در سرزمین خود ما صاحب دولت شدیم. ما میندار، اما باید فراموش نکنیم که ما برای ما رفته در مثل که دولت‌های اروپایی در قلب خاور نزدیک برای اسرائیل یهود دولت ساخته، یهودی‌ها رو برداشته آوردن، برای ما خیلی نساختن. در سرزمین خود ما صاحب شدیم و هرچی در زمان شوروی هم ساختیم بر بازو و بر کتفی این مردم ساخته شد، از حساب پولی همین مردم ساخته شد. هیچ کس آمده برای ما نساخته است. بابا پدر و بابای ما ساختن. نکته دیگر در تاجیکستان کتاب اینقدر محبوب شد که در بعضی کشورهای نزدیک به ما ترسیدن پچکا صدها هزارها نسخه تاجیکان رو به آتش کشیدن. گفتن این منطقه رو ویران میکنن. یعنی اینقدر این کتاب یک مثل برای ما یک ندای خداگاهی بود، برای بعضی‌ها یک بمبی بود که می‌ترسید که بترکن و از اون جایی که دارن غافل. یعنی کتابی من بهکار نمی‌کنم کتابی سرنوشت است. یعنی فقط یک کتاب نیست خیلی نویسید. کتابی که جنبش ایجاد کرده در سرزمین ما، احساسی همبستگی در میان تاجیک‌ها رو به وجود آورد. یعنی اولین بار استاد ما سال 70 نقل کردن، گفتن که ما تا بعد 72 این گپی که من از پیش خودم نمیگم، گفتم ما بعد 72 تفکر ما اصلا دیگه شد. یعنی اینقدر این کتاب خدمت کرد. در زمان شوروی حاضرین ارجمند کتاب به زبان خارجی هر کتاب ترجمه نمی‌کردن. کتاب ترجمه می‌کردن که این کتاب از آسیابی زبان از غربل گذشته باشد. کتاب در پولش با زبان لهستانی و در چین با زبان تاجیکی نشر و طور اینجا می‌بینید در کابل نشر شد. کتاب در کابل نشر کردن. سری دیگر حاضرین ارجمند من از زبان تاجیکای افغانستان شنیدم که این محدوده و جغرافی تاجیکان با تاجیکستان ختم نمی‌شود. تاجیکای افغانستان تمام لیدرهای تاجیکای افغانستان روز میگن کتاب تاجیکان غفور ما رو بیدار کرد. یعنی ما خودمون ما افغانیم. در حالی این کتاب میگه تو افغانیست تاجیک افغان در عصر 18 از کوههای سلیمانی اومد تو در این سرزمین ریشه داری، ریشه تو به زمان اوستا میرسد. یعنی بسیار مهم است نقش یک شخصیت وقتی تحول ایجاد می‌کند، یعنی با این ختم نمی‌شود. اصلا دیگه یک نکته دیگر حاضرین ارجمند میخوام برای شما گفتم. همین غفورov 10 سال راهبری تاجیکستان بودن تا سال 56. بعد 56 این کس از وظیفه گرفتن همچون استالینیست. این کس بوده ماندن دیرکتور انستیتوت خاورشناسی شهرشناسی اس. روس‌ها میگفتن که این غفورov انستیتوت نمی‌کنه، این چایخانه غفورov است، رشکشان میوان. چرا؟ حاضرین ارجمند غفورov پشت و پناه تمام تاجیکی بیچاره در مسکو بود. همین معلمای سال 60 70 گفتن که ما کدام کار با اجاره نمیشه پشت در غفورov برفتیم و غفورov با یک زنگ کاری ما رو حل می‌کرد. من وقتی شما نگرم یک قصه خودم شاهد بودم میخوام برای شما بگویم. سال 2011 من در کنفرانس علمای جهان سخنرانی کردم. بعد یک اکادمیک ترکمن در شهر اشخاباد هر کس که سخنرانی میکرد بعد سخنرانیش 2-3 دقیقه تحلیل میکرد، میگفت این گپت نادرست، اون گپت درست، اون گپت خطا. خب ما رو البته جوان ترسیدیم که مزمن چی میگفته باشم. بعد که من سخنرانیم تمام شد فقط تعریف کرد. بعد وقتی کافی بریم من خوشحال شدم که من بسیار آدمی زور بودم که من تعریف نماینده ایران تنقید کرد، ترکمن تنقید کرد، ازبکستان تنقید کرد، روسیه تنقید کرد، مسافر. بعد وقتی کافی بریم اومد پیشم یک کافی گیر گفت
جوری تاجیک میدونی چی تنقیدت نکردم؟ گفتم من خرسند شدم که نقص دو جا خطا کردی، یکمش اونجا، دویمش اون دو تا گپ گفت خطا. اما من قرض دارم از تاجیک، قرض دارم. من هیچ وقت تاجیک کمودیرم کردم، من چشم میپوشم. بعد قصه کردم که من سال 63 64 رسالی نامزدی گرفتم، 10 سال در کوچه های ما اکادمی فنها میگشتم و همراهم گپ نمیزدم. یه روز گفت کدام کفتن در اومدم، استاد غفورov پاشم یک پاشم چولاق بود. و وقتی ژورنالیست بودم با لقب باباجان چولاق چی نوشتم نامه. گفت نگاه کردم یه آدمی چولاق آمده شده است، دستش چی؟ آمد من ندید فکر کرد که من تاجیکم، با تاجیکی گفت که تو چیکار میکنی در اینجا؟ من با روسی جواب دادم، گفت که تو ملت چی هست؟ گفتم ترکمن. تو ترکمنا بسیار با ما مانند با تاجیکا. گفت کابینت در آمد، گفت چی پرابلم داری؟ گفتم حمایه میخوام کردن، موضوع تصدیق نمیکنن، این نمیکنن. گفت چند سال شد؟ گفتم 10 سال. گفت یک ترکمن را زیر کرد، یک دختری روس در آمد گفت فلانیا فرید کن بیارید. و سرشون داد زد که این آدم چیش هم ببینید غفورov ترکمنه. و روسا گفت که این همشهری من چرا 10 سال شده اینجا سرسان از شما اینا نگاه نمیکنید؟ گفت که از کابینت غفورov برون آدمی که من سلام علیک نمیگفتن، اقوام میدویدن که بیا این فصل تمام نویسم اون فصل. خلاصه در گفت که میره بعد 6 ماه آدم حمایه میکنن، من با من حسابات میدم. برای من جنگ بود که برای من نویسن. خلاصه من بعد 6 ماه پای شدم نامزد. آمدم که به غفورov مینداری کنم، بعد 1 سال دیپلم گرفتم. رفتم که غفورov من دیده شناختم، گفتن که تو حاضرم حمایه نکردی؟ گفتم نه حمایه کردم، مینداری آمدم. در آوردن یک پیاله چای دادن، ترکمن را زیر کردم، در اومد دختر گفت فلانیا دعوت کنید. گفت این همشهری من رساله دکتریش تصدیق کنید، 2 سال مهلت. گفت من از برکت تاجیک، یک تاجیکی که دیرکتور اینستیتوت شهرنشینی بود، من این ترکمنی که همراهم سلام نمیکردم، من در داومی 3 سال نامزد دکتر امروز اکادمیکم از برکت غفورov. یعنی ببینید یک شخصیت چقدر افتخار میآفریند برای یک قوم. برای خاطر همین غفورov برای فقط برای تاجیک نه، برای تاجیک جای خود، حتی ازبک‌ها و قرغیز‌ها هم یاردم میکردن که اینا از آسیا میان. یعنی شخصیت ببینید چقدر گلوبال فکر میکنن، چقدر افتخارش بلند است. سری دیگر حاضرین ارجمند، شما می غفورov ببینید در کجایی که هستن اون کس به تاقی. باز شما بچهای جوان نمیپوشید. من استاد دولت سازه و من حکیم محمد کریم و این برادری ما میدونم، ما در زمان شوروی وقتی که مکتب زمانی ما سال 70 80 مکتب میرفتیم، در برابر اینکه وقتی سال ماه سپتامبر برای ما لباس میخریدن، کاستیوم و بریوک و تاقی ما را میخریدن. همه تقریبا تاقی داشتیم. من به یاد دارم اگر یک روز فراموش میکردم به تاقی میرفتم، از دمی در اوچم میگفت که ای بچه گر تاقی پوش رنگی کلاد رنگی جوگیا برین سری لوش نرفت. یعنی تاقی یک سمبول، یک سیمبولی تاجیکا بود. غفورov در مسکو نیاز نداشت اون کسی حمایه کنه، در پشت پناه شوروی بود، لیکن همیشه تاقی. سلاید دیگر نشون دید در کجای وقتی ببینید تاقی. سلاید دیگر این کسی ببینید با اندیرا گاندی، با سروزیر قدرتمند هندوستان هم تاقی میپوشند. یعنی من تاجیک شوروی ام. این افتخار کی داره؟ این یعنی درجه بلندی خودشناسی و افتخاری میده. دوامش در فرجام حاضرین ارجمند، من چند سخن درباره کانسپت کتاب میخوام برای شما گفتم. بسیار عذر میخوام تیز گپ میزنم که خسته شده. در زمان شوروی این عکس‌ها رو دیده تا حاضر تا امروز در ازبکستان، در قزاقستان، در قرقیزستان، در روسیه، در اوکراین تاریخ دولت میخوانند. ممکن نبود تاریخ خلق، تاریخ دولت باید خوانیم. غفورov گفتن نه، ما تاریخ خلق میخوانیم. از بالای غفورov شکایت نویسن در ژورنال سال چی غفورov همش ملتگرا نوشتن. در بحثی که در حضور استالین میشد، استالین غفورov میگه تو چرا تاریخ خلق میخونید، تاریخ دولت ها نمیخونید؟ غفورov میگه یاسر بیساریان هیچ. امروز اگر در دنیا 5 میلیون ازبک باشد، اگر 4 میلیونش در ازبکستان هست، اگر 2 میلیون قرقیز باشد 1 میلیونش در قرقیزستان، اگر 4 میلیون قزاق باشد 3 میلیونش در تاجیکستان، و اگر 50 میلیون روس باشد 47 میلیونش در روسیه. لیکن ما تاجیکا همگی 25% در تاجیکستانیم. ما از این زیادتر در ازبکستانیم، 2 برابر تاجیکستان در افغانستان هم. ما اگر تاریخ دولت گوییم، ما فقط از کولاب تا دوشنبه حصار خوجند ما تمام پایتخت‌های ما سمرقند، بخارا، نیشاپور، مرو، هرات بیرون از ما مانده. ما از اون تاریخ محروم میشیم. میگه شما برای تاجیکا میگید اجازه. یعنی
کنسپسی غفورов اول تاریخ جمهوری تاریخ خلق تاجیک بود. ببینید امروز برای ما چقدر اهمیت دارد. حاضر ما در مکتب عالی و مکتب میانه تاریخ خلق تاجیک میخوانیم. یعنی اون گپی که بازار صابر داشت سرحدی تاجیک زبان تاجیک است. نکته دیگر همین اقبال میگوید که خوشتر آن باشد که وصف دلبران گفته آید در حدیث دیگران. امتیاز غفورov این است که غفورov فقط از کتاب تاجیکی درباره تاجیک نمی‌نویسند. وقتی درباره دوره اسکندر می‌نویسند تمام منابع رومی و یونانی را استفاده می‌برند. وقتی درباره اصطلاح عرب میگن تمام منابع عربی، وقتی درباره اصطلاح مغول تمام منابع چینی، وقتی درباره اصطلاح روس تمام منابع روسی. یعنی منابعی که در دسترس بود این منابع بی‌نظیر است. همه آدمای کتاب غفورov تاجیکان رو بعدم می‌بینن، دشمناش میگن که اعتراف می‌کنیم با وجود بدیدن ما که این کتاب از نگاه سرچشمه شناسی بی‌نظیر است. این یک نکته دیگری تقویت کتاب. نکته دیگر حاضرین ارجمند همین دو کتاب خوانید خوابتان میبرد. بعضی آدم‌ها یک کتاب میخونن یک کتاب دیگه مینویسن. غفورov برای اون کتاب نویسن همین کتاب در پیشتون است، در خانه‌تون است. حتما این کتاب اینجا اشاره خوب کردن جناب دولتزاده. حاضرین ارجمند اکونومیکی قوی ترین دولت‌های جهان بینید، نه در امریکا نه در روسیه نه در ژاپن. این خیلی نشده است یک پرزیدنت بودجه ما بودجه بسیار کم است. همین چیزی که داریم همینه. از بودجه در وقت کریزیس در وقت پاندمی پول جدا میکنن، میگن این کتاب برای همه تقسیم کنید به پول. یعنی این همین خیلی برای در خانه‌تان موندن نیست. حاضرین ارجمند به قدر این نعمت باید رسید. و کتاب غفورov شما آخرین کتاب رو نگاه کنید، زیاده از 1000 تا کتاب مقاله تزیس خوانده بعد یک کتاب دیگه می‌نویسه. این میدونید چقدر، یعنی اما زنبور اصل برای چی زنبور میگن اینقدر معجزه هست؟ برای اینکه بر گل‌ها و بر برگ‌ها میشیند و اثر اختراع میکنن. این کتاب بر زمینه بیش از 1000 تا کتاب نوشته شده است. نکته دیگر، نکته چهارم، حاضرین ارجمند یک نویسنده قزاق آلژا سلیمانوف یک اپیزود دارد، میگه که یا восхваляю свой степь, не унижая чужие горы. من میگم بیابان خودم تعریف میکنم اما کوه شما رو پس نمیذارم. برای چی این روز پیشوای ملت در محیط آسیا مرکزی و افغانستان بسیار دوره ناآرام است؟ برای چی این کتاب تفسیر میکنم؟ کتابی دیگر هم هست. برای این کتاب از نگاه اعتقادی، از نگاه سیاسی و از نگاه ملی یگان خلق پس نمیزنن. یعنی شما دوره مغول بینید، شما از تاریخ خوندید که در دوره مغول ها زنای تاجیک مغولی آدم کش شکم چاک کرده کودکش میکشت. لیکن در کتاب غفور وقتی که درباره مغول گپ میزنن مغول حقارت نمیکنن، دشنام نمیکنن. امروز اینترنت میبینید یک از دو گپ تاریخی میزنن با 7 گپ دیگه دشنام داره دیگه خلق. یعنی این بسیار از نگاه اتیکی و استتیک کتابی هست که درباره خود ما هست. ما تاجیک گپ میزنیم به خلق دیگه کار نداریم. این از نگاه اخلاقی بسیار کتابی محکم است. نکته دیگه تاجیک نمیگه احساسی فاشیستی شوونیستی کتاب نداره. نمیگه تاجی عالم است دیگه خلق نه. شما میدونید که یهودی‌ها تا امروز میگن که ما خلق برتری عالمیم. میگه ما یا که هیتلر در عصر 20 میگفت که ما آریاییم و آریایی باید بر دنیا حکومت کنن. یعنی از نگاه شوونیستی و ناسیستی و چی یگان اشکال یگان مشکل نداره. نکته دیگر، خب اول شما کتاب غفورov یکم جملهش خوانید و جمله آخرش خوانید. این کتاب ما گفتم بود کجدارو مرز با بینش مارکسیستی، یعنی در اولش میگوید که خلق تاجیک زیر راهبری پارتی کمونیستی، جمله آخرش میگوید که ما تاجیکا با خلق‌های شوروی میسازیم کمونیسم. اما درون کتاب با نگاه با دیدگاه ملی است. یعنی اولا چه نگاه داشته است اما درونش همش مغز و تفکر و اندیشه ملی است. این بسیار چیز مهم است. نکته دیگر، حاضرین ارجمند ما تاجیکا، انا کسی که جنگ شهروندر دیده است میداند، ما اگر حکومت وقتی تاجیکستان حکومت ساده 80 70 80 اگر ما کتاب تاجیکان رنگی که امروز نشر کرده میتیان در بوداش آزمون میگذارانند، فیلم گرفت سادند برای اگر ما همین کار سال 72 سر میکردیم
من باور دارم که استاد دولتزاده، من باور دارم که ما در سال 1992 گریبان همدیگه را گرفته همدیگه را نمیکشتیم. یعنی ما همدیگه را نشناخته کشته بودیم. حتی من از همین بایویکای سال 92 من خواندم، بعضیش گفتن گریه کرده، گفتن که ما نفهمیدیم که خودمون را در اون وقت کشتیم. یعنی ناآگاهی، ندانستن. اگر این کتاب ما اون زمان قدرشناسی میکردیم، اون کتاب یعنی نهادینه میکردیم و به هر خاندان مثل امروز تقسیم میکردیم، میگفتیم که مردم همدیگه رو بشناسن. ما تأخیر کردیم متاسفانه. نکته دیگر همین در همین عکسی که شما میبینید، در عکس این اکادمیک لیتوی، شما چوب روسی کتاب ببینید، اکادمیک لیتویسکی محرره. یعنی خانمش دویدا یلینا ابرامونا دویدوویچ. همین آدم سال 2000 در اینترنت هست بینید. بعد از 33 سالی گذشتن غفورov، بعضی کشورهای به همه معلوم اون رابطه‌های ما بد بودن، این آدم خریدم. این آدم ادعا کرد که این کتابی غفورov من همراه زنم نوشتم. در اینترنت کویت هست. اما برای اینکه دلیل ما باطل کنیم یک دلیل تا میبرم. شما در خاطر دارید، من گفتم سال 47 در یاد بیارید. کانسپتی اساسی کتاب تاجیکانی غفورov سال 47 در تاریخ مختصر خلق تاجیک در اونجا هست. وقتی غفورov تاریخ خلق مختصر خلق تاجیک نوشتن، این لیتوینسکی دانشجوی کورس یکی دانشگاه تاشکند بود. یعنی این حاضر درباره تاریخ و کتاب‌نویسی فکر نداشت. یعنی عقیده به 100 دلیل میتوان باطل کرد، اما یک دلیل کافیه. میگن که زمانی که آلبرت اینشتین نظر نسبیت میسازد، آدولف هیتلر همین چیت فیزیک دعوت کرده، میگه که شما یک کاری کنید، این چون یهودی بود، شما یک کاری کنید که نظر نسبیت این کار کنید. وقتی سخن با اینشتین میرسد، اینشتین میگه که عجب مردی ابلهی بود است. برای بیکار کردن تئوری من یک آدم کافیه. یک آدم میتونه اگر تواند، اگر یک بشر بتوانه. به این خاطر ادعاهای ما 100 تا دلیل میتونیم آوردن، اما یک دلیل که وقتی این کتاب نوشته شد، کتاب اساسی، تو در دانشجو بودی و اصلا تو هیچ کس نمیشناخت، حتی میزنت هم نمیشناخت. دوامش در زمان استقلالیت که بسیار خوب گفتم استاد دولتزاده، ما در زمان استقلالیت خوشبختانه به قدر این شخصیت رسیدیم. به نامش دانشگاه است، به نامش شهر است، به نامش خیابان است. ما در پول ملی ما عکس این آدم داریم که من امیدوارم که از همین پول کیسه های شما همیشه پر باشد از عکس غفورov. و دیگر و نشر شد. این نشر در زمان استقلال نشر چهارم هستیم. یعنی ما در زمان شوروی سابق ما 11 سال بعد کتاب ترجمه کردیم، اما در زمان استقلال در 30 سال این چهارم به این نشر که به سابقه است، یعنی تیراژ میلیونی. و نکته دیگر حاضرین ارجمند، این آخرین اسلاید من است. من یک نکته دیگر میخوام برای شما گفتم. ببینید، ما خوشبختانه تاریخ نویسی، تاریخ سازی و در اساس خاطره تاریخی، حافظه تاریخی زنده کردن ملت در ما تمام نشد. امروز شما میدونید من پیشوا ملت چندین کتاب نوشتم، تاجیکان در آینه تاریخ، تاجیکان آذاریان تا سامانیان. اگر خواهر عزیز، برادر شیرین، هیچ وقت هم نیاید به حیث یک نفری که از شما کلانم، برادر شمایم، من به شما توصیه میکنم همین کتاب چهره‌های ماندگار رو بخونید که کتاب پیشوا ملت است. همین کتاب اقلا بخونید. چرا؟ ممکن شما حاضر که از شما بگید که معلم اگر غفورov همه گپ گفته باشند، چه ضرورت که امروز با تاریخ می‌نویسن؟ غفورov همه گپ گفته نمی‌توانستن. شما می کتاب حاضر کنید، کتاب تاجیکان در پیشتون گیرید خونید، درباره کوروش غفورov مجبور بود که این کوروش چون از حدود ایران آمد آسیا منر ضبط کرد، یک استیلاگر بود. چرا؟ چون در دکترین مارکسیستی یگان پادشاه خوب نیست. شما مارکسیستا کتابشون خونید، تمام پادشاه‌ها میگن این پادشاه‌های تاریخ همش خولیگان بود، همش دزد بود، همش اوباش بود، همش فقط میگن بلشویک‌ها خودشون خوب بودن. یگان پادشاه تعریف کردن حق نداشته. یا که استاد غفورov در کتاب همین تاجیکان اسماعیل سامانی رو ستایش میکنن، میگن که این خدمت کرد. در آخر آمده باید جمله حتما میگن که خیلی طرفدار فئودال ها بود، طرفدار زمیندارا بود، طرفدار نمیدونم بای‌های که طرفدار ملا بود. یعنی مجبور بود یک زهرک هم باید میچشاند به همین پادشاه‌ها. یعنی در اون زمان همه گپ گفتن ممکنه بود. به این خاطر تاریخ نویسی، تاریخ سازی سازنده که ملت اساس دو سرجم کنید انجام نیافته است و این به وقت ما تاجیکان است. از اینکه طاقت کرده توجه کرده بسیار سپاسگزارم.